درود و وقتتان بخیر. هزاره حال نه تنها در گذشته بلکه فعلا هم ویژگی و دستاوردهای خاص در عرصه ورزش دارد که از آن جمله ضامن محمدی است. ضامن محمدی فرزند حبیب محمدی از ولایت غزنی و ولسوالی جاغوری می باشد. ضامن محمدی یک فوتبالیست 17 ساله افغان است که در سن 6 سالگی مهاجر استرالیا شده و در آنجا همراه با فامیلش زندگی می کند. وی چند پیش به مادرید رفته بود و پس از انجام تست های مد نظر و تمرین 2 هفته‌ای در رده زیر 17 سال از میان 10 بهترین برگزیده شد و قرارداد دائمی تیم زیر 17 سال وایکانو را کسب کرد و باعث افتخار افغانها شد. حالا نه تنها پسران هزاره بلکه دختران هزاره هم کمر همت را در عرصه ورزش بسته و باعث سربلندی افغانستان شدند. از آن جمله زکی خدادادی است. زکی خدادادی اولین تکواندوکار زن اهل افغانستان است. وی در 29 سپتامبر سال 1998 در هرات به دنیا آمد و تنها دارای یک بازو می باشد. انگیزه خدادادی به ورزش تکواندو و شرکت در المپیک به آن دلیل بود که تنها مدال المپیک افغانستان در تکواندو از روح الله نکباس که به عنوان اولین مدال آور المپیک افغانستان بود شروع شد. پس وی پدر و مادرش را ترک کرده و از هرات به کابل رفت و به منظور آموزش و آماده سازی برای المپیک تابستانی و پس از سقوط کابل خدادادی از طالبان پنهان شد و به طور عمومی درخواست کمک فوری کرد و بالاخره از کابل به پاریس و سپس به توکیو منتقل شد. او پس از رقابت به اولین پارالمپیک زن افغانستان تبدیل شد. آن نیز معصومه علیزاده می باشد. معصومه علیزاده یک دختر 24 ساله هزاره است. وی از ولایت کابل افغانستان بوده که فعلا ساکن فرانسه می باشد و وی یگانه دختر افغانی است که در رقابت‌های بایسکلرانی مدال قهرمانی را به نام افغانستان ثبت کرد و از سوی کمپیه المپیک تقدیر شد. نیز خانم علیزاده میگوید که میخواهم به افغانستان و کشور مانند افغانستان نشان بدهم که زنان هم حق بایسکلرانی را دارد. بعدی آن نیز مینا اسدی می باشد. مینا اسدی در اصل از افغانستان بوده اما 17 سال را در کویت پاکستان زندگی کرده و در پاکستان 32 مدال که 22 آن طلا و 7 آن نقره است از آن خود کرد و بعد از 17 سال پس به وطن خود برگشت و نیز وی میگوید که میخواهم در مسابقات به عنوان افغان اشتراک کنم و هم برای همشهریان کابل ما یک کلپ ورزشی را برای ورزشکاران ساخت. و امسال آن چندین افغانهای دیگری هم هستند که در داخل و یا خارج از کشور نام افغانستان را بلند کرده و باعث افتخار افغانها می شوند.